تا حالا با خمیر نون بربری پیتزا درست کردین؟ نتیجهش عالی میشه. بریم ببینیم. خمیر بربری رو داخل یک کاسه میریزم. بعد بهش یه دونه تخم مرغ اضافه میکنم که باعث تردی خمیر میشه. تو ظرفی که آرد ریختم چونه خمیر رو داخلش میذارم، نیم ساعت روشو میپوشونم. تابتون رو با روغن چرب و آرد پاشی کنید. پف خمیر رو میگیریم، کمی با دست بازش میکنیم، تو تابه میذاریم، دستتون رو هم چرب کنید که نچسبه. ضخامتش حدوداً 1 سانت باشه. با دست بهش شکل بدید و کمی با چنگال سوراخ کنید. روی شعله پخش کن، با حرارت ملایم 10 دقیقه زمان بدید تا خمیر خودش رو بگیره. بعد برگردونید 5 دقیقه طرف دیگر رو هم بپزید. دوباره برگردونید تا روی خمیر به سمت خودتون باشه. روش کمی سس کچاپ، پنیر پیتزا و مواد دلخواهتون رو بریزید. من از سوسیس، ژامبون و قارچ استفاده کردم. شما میتونید با گوشت چرخ کرده هم درست کنید. دوباره کمی پنیر و فلفل دلمه خرد شده و ذرت میریزم. کمی هم آویشم میپاشم. درش رو میبندیم تا پنیر ذوب بشه. اینم از یه پیتزای جانانه که حاضر شد. برش بزنید و نوش جان کنید. نتیجه این پیتزا با خمیر بربری عالی شده. ترد و خوشمزه. امتحانش کنید.